من افسردگی گرفته بودم تو اوج چاق. سلام، من سارا بلم. اینجا چیه؟ اینجا چیکار میکنی؟ این کانال منه. به کانال من خوش اومدید. کانال من قراره چیکار کنیم؟ قراره بهترین ورژن خودمون رو بسازیم. چرا؟ نقطه عطف همه این کانالا پارسال 28 آذر بود. من تصمیم گرفتم که عوض بشم. چی بود؟ من افسردگی گرفته بودم، تو اوج چاقیم بودم، کار نداشتم، هیچ کاری بلد نبودم، فقط داشتم زندگی بقیه رو میدیدم و حسرت میخوردم و تو این حساب میچرخیدم. یهو یه لباسی رو دیدم، دلم خواست بپوشمش. یه لباسی بود که همیشه آرزوشو داشتم، یه مراسم خیلی مهم بود. رفتم تنم که هم اندازم نبود. بعد اومدم بخرمش، گفتم بعدا استفاده میکنم. دیدم هیچی درآمد ذخیره و اینا ندارم، پس بیخیالش شو. اونجا بود 30 سالو داری رد میکنی، داری به خودت چیکار میکنی؟ عوض شد زندگی. 28 آذر، یعنی دقیق 2 روز مونده و به شب یلدا، من تصمیم گرفتم رژیم گرفتم. یه رژیم خیلی سخت، یعنی از آذر تا بهمن من حدود 17 کیلو کم کردم. یعنی از 75 رسیدم به 60، به 58 بودش که بعدش چاق شدم به 60. یه روی کاری فوکوس کردم، ازش تا عید درآمد درآوردم. نمیگم درآمد خیلی زیاد، ولی یه درآمدی که یه گوشه‌شو برای خودم ذخیره کردم. این خیلی حس خوبی به من داد. قرص افسردگیمو خیلی کم کردم و روزی 10 دقیقه زبان خوندم و تا الان حدود 130 روز من دارم روزی 10 دقیقه زبان میخونم. نمیگم که خیلی تغییر کردم، ولی واسه من خیلی خوب بود. همون 10 دقیقه کمک کرد. حالا میخوایم اینجا چیکار؟ خسته شدم از اینکه تنها این راهو برم. دوست دارم برای پیشرفت خودم و پیشرفت بقیه، حالا چه چیز لاغری باشه چه چیزی، یه همراه داشته باشم، چند تا همراه داشته باشم. پس بیایم با هم شروع کنیم.